الو بله. منزل محمودی؟ محمودی کی؟ منزل آقای سید فرید محمودی. ببخشید بار زدن از اونجا بار زدن. بانک چی رو؟ بانک نه، میگم بار زدن. اشتباه گرفتی. خب میدونم آقا، میگم بار زدن از اونجا. نه این الان 1 سال 2 سال دست ما از اینجا. این چیکار کنم؟ این آقا چک برامون کشید، همین شماره هم داد، چکاش هم پاس نمیشه. آدرسش کجاست؟ آدرسش کیانپاس. آخه آدرسو نداری مگه؟ چرا رو چکه؟ دست پسرمه. چون اینجا دفتر کاره رو. خب دفتر کارشه؟ دفتر کار سید فرده؟ نه بابا. بی زحمت بس کنید آقا. این دفتر خودمونه. خودت سید فردی؟ سید فرد. الو. سید فرد. دلت. سید فرد کیه؟ من خودم اعصابم خرابه، تو همه میخندی. گوش کن. اصلا تلفنو بهت اشتباه دادن. این تلفن دفتر کسی دیگه است. خب چیکار کنم بابا؟ این کلاه گذاشت دارم، ما این سوسنگر دامداری داره. خب 3-4 تا گاومیش بهش فروختیم. گاویش فروختی پولش ولك خرب احسابي بالعباس لا. بس چیزم گوش کن. بله. اینجا تو آژانس اتومبیل گرفتی. گاومیش ندارین؟ نه گاویش